در سن 3-7 ساله اکثر کودکان با تلویزور، پلانشت یا تلفن شناس می شوند. آنها مولتیفیلم های رنگه و بازی های ویدیویی را دوست می دارند، زیرا اینها شوق‌آور و جذابند. ولی وظیفه ما والدان نگاه داشتن توازن است، زیرا وقتی از حد زیادی اکرانی می تواند به انکشاف کودک تاثیر منفی رساند. طبق دستورها برای کودکان 3-4 ساله اکران یعنی تلویزور، کامپیوتر، تلفن نباید بیش از 1 ساعت در روز باشد و هر قدر کمتر باشد همان قدر بهتر است. برای کودکان 5-7 ممکن است کمی بیشتر، مثلا 1.5 ساعت، اما باید پوره نظارت شده و با محتوا باشد. اول ببینیم که کدام مضمون ها را اجازت باید داد. مولتیفیلم های زورآوری، ترسویی یا دارای سخن های قبیح قطعاً من است. بسیار مولتیفیلم های کلاسیکی مانند نوپگدی و دیگران شوخی و ماجرا دارند، اما زورآوریشان می تواند خط سرخ را عبور کند. مولتیفیلم های تعلیمی و فورم را انتخاب کنید یا سری های کودکانه فیلم های تاجیکی اگر هست تماشایش خوب است. درباره بازی های کامپیوتری بهتر است که تا سن مکتب کودک بازی های الکترونی خصوصاً شوتر و ژانرهای زورآوری نسنجند. اگر پلانشت دارید می توانید بازی های عادی تعلیمی نصب کنید، مثل آموزش الفبا و رقم ها با تصویرها، بازی های رنگ‌کنی و مانند اینها. اما حتی آنها را هم بسیار پیشنهاد نکنید. کودک باید اول با بازی های واقعی، با معامله با اشیا و آدمان، قدر کردن وقت را آموزد. موثر است اگر وقتی معینی را برای اکران تعیین کنید، مثلا پس از خواب یا بعد اجرای وظیفه های مکتبی 30 دقیقه مولتیفیلمی دوست داشته. وقتی این مدت گذشت دستگاه را قطع کنید. البته کودک می تواند ناراضی شود، گریه کند، اما اگر رژه ثابت باشد با وقت عادت می کند. کلید دیگری بی‌خطری نظارت محتوا. بهتر است که همراه کودک نشسته مولتیفیلمش را تماشا کنید تا ببینید که چی می‌بیند و درباره‌اش با او گپ زنید. ماشه با خرس بد مدارا کرد که خشمگین شد. میدانی چرا؟ یا اگر رکلامی پیدا شد فهمونید که این بازیچه رکلام است و هر چیزی را در اکران دیدن خریدن لازم نیست. اگر مانیتورینگ کردن دشوار باشد کوشش کنید برنامه های استفاده کنید که فیلترهای کودکانه دارد، مثلا یوتیوب کیدز. بخصوص اینترنت گشاد را محدود کنید، چون کودک 6-7 ساله می تواند هنگام جستجو تصادفاً به مندرجه نامناسب دچار شود. در آخر بجای نگفتن خالص الटरनेटिव پیشنهاد کنید. اگر کودک خواهش دارد باز هم مولتیفیلم گوید بگویید اکنون کامپیوتر خاموش می شود، بیا بجایش یک جای رسم می کشیم یا به بیرون می برویم. پس از تغییر فعالیت عادتاً او پریشان شده می خوابد. هدف از کودک گرفتن حد اکثر فایده از تکنیک بدون آنکه تکنیک همه را فرا گیرد. شما برای وقت تماشای تلویزیون یا بازی های تلفن با کودکتان لیمیت گذاشته اید؟ کدام مولتیفیلم ها یا بازی ها را قابل قبول می حسابید و چگونه نظارت می کنید که او چیزی نامناسب نبیند؟ تجربه شما در اداره اکران متوازن چگونه است؟ شرح خود را در کامنتاری پیشنهاد نمایید. سرپرست برنامه ما شرکت لیندا وید می باشد. Dalice, imunitet رو بلند هر کسی که خدا بود حتما میشود پیسند